سلام، به پادکست بادکنک سفید خوش اومدین. یکی از موضوعات مرتبط با حقوق کودک، موضوعات حقوق کودکان کار و خیابان. از امکانات آموزشی توی بخش کودکان کار به نظر من سازمان‌های مردمی جلوتر از بچه‌ها تبدیل میشن به چهره عریان فرد. متولی کودکان دولت. ناکارآمدی حکمرانی و بی‌آیندگی کودکان. آینده هر کشوری با وضعیت زندگی کودکان اون جامعه گره خورده. کودکان امروز آینده سازان فردای کشورن. کودکان امروز انسان‌های بزرگ فردای کشورن. حتما از این جمله‌ها و شعارها زیاد شنیدین. شاید بگین اینا شعار نیست، واقعیته. بله، درسته. ما هم معتقدیم که واقعیته، اما نه تو جامعه امروز ایران. در ایران صحبت از آینده و سرنوشت کودکان و نوجوانا صرفاً برای پشت تریبونا و مقالات مدیران و مسئولات تو روزنامه هاست. در سالهای گذشته بارها از سوی مسئولان کشور مطرح شده که شاهد کاهش زاد و ولد هستیم. مثلا چند وقت پیش مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت دکتر سید حامد برکاتی در گفتگو با ایسنا گفته که وضعیت جمعیت در چند سال گذشته کاهشی بوده و در 4 سال اخیر روند زاد و ولد در کشور حدود 25% کاهش داشته. او خبر داده که میزان تولدها در سالهای اخیر مدام رو به کاهش بوده و از 1,570,000 نوزاد در سال 94 به 1,120,000 در سال گذشته رسیده. دبیر ستاد جوانی جمعیت کشور اعلام کرده که بر اساس گزارش نهادهای بین‌المللی ایران سومین کشور جهان در حرکت به سمت سالمندی و پیری جمعیت. بشنویم صحبت‌های ایشونو. ایران تو کاهش نرخ باروری رکورددار دنیا به حساب میاد. ایران ظرف 2 دهه 70% از نرخ باروری خودش رو کم کرده که در تاریخ بشر میگن بی‌نظیره. دکتر نیکولاس اورشتات محقق انسیل انترپرایز آمریکا میگه که این اتفاقی که افتاده در تاریخ بشر بی‌نظیره در ایران و این منجر به این میشه که ایران با سرعت فوق‌العاده زیادی جمعیتش پیر بشه، مگر اینکه الان و امروز افزایش فرزندآوری و افزایش باروری داشته باشه کشور ما. ایران سومین کشور دنیاست که داره با بیشترین سرعت متاسفانه جمعیتش پیر بشه. کلی گرگ کمین کرده بیرون از مرزهای کشور وجود داره که پیر شدن جمعیت کشور میتونه امنیت کشور رو هم به خطر بندازه و مانع به پیشرفت و توسعه مطلوب رسیدن کشورمون هم بشه. و حکومت ایران برای افزایش جمعیت و مقابله با این شرایط فروش لوازم پیشگیری از بارداری رو ممنوع کرد و تلاش کرد جلوی اقداماتی مثل غربالگری پیش از زایمانو بگیره. با وجود تبلیغات گسترده حاکمیت برای افزایش فرزندآوری و همچنین ایجاد بسته‌های حمایتی از خانواده‌ها، اما تا به امروز هیچ اتفاق مثبتی در این رابطه نیفتاده. نبود چشم انداز به آینده، نبود نشاط اجتماعی در کشور، نبود امید به زندگی، وضعیت نامناسب اقتصادی، بیکاری و تعدیل نیروها در کارخانه‌ها و شرکت‌ها، افزایش کودکان کار و خیابون، تورم افسارگسیخته، بحران‌های اجتماعی و سیاسی، بی‌ثباتی در قانونگذاری و تغییر روزانه قوانین و ابلاغیه‌ها از سوی دولت، کاهش ارزش پول ملی، افزایش خشونت در جامعه، افزایش دزدی، خفتگیری، کیف‌قاپی و همچنین افزایش استفاده از مواد مخدر در بین جوانان باعث شده که خانواده‌ها نه تنها چشم‌اندازی برای فرزند آوری تو ایران نبینن، بلکه اونایی هم که فرزندی دارن نگران آینده اون تو چنین جامعه‌ای باشن و به فکر مهاجرت جهت تامین آینده‌ای بهتر برای فرزندشون بیفتن. حالا که صحبت از مهاجرته، براتون باید بگیم که اگه موج مهاجرت تو سالهای گذشته دلایل سیاسی به همراه داشته، تبع اخیر مهاجرت تو ایران دیگه سیاسی نیست. پای صحبت هر کدوم از متقاضیان مهاجرت که بشینی، مشکلات اقتصادی، نداشتن آزادی اجتماعی و امید رو از دلایل خود برای میل به مهاجرت معرفی میکنن و البته خانواده‌های زیادی نگران آینده فرزندانشون هستن. اونها میگن برای ما که اینجا آینده‌ای نبود، چطور برای فرزندانمون باشه؟ برای همین هم اگه گشتی در تبلیغات آژانس‌های مسافرتی و مهاجرتی بندازیم، ویزای دانش آموزی رو تو لیست بلند بالای تبلیغات مهاجرتی حتما می‌بینین. بشنویم صحبت‌های بهرام صلواتی، مدیر رصدخانه مهاجرت رو.
ما یه بار تلاش کردیم که یک طرح مطالعاتی تو حوزه دانش آموزی حداقل تو مدارس سمپاد انجام بدیم، متاسفانه میسر نشد. امیدوار هستم که این اتفاق بیفته. از این طرح‌ها یا بخش‌ها ببینید سوال رسانه‌ها باید حتما روحیه پرسشگریشون رو حفظ بکنن. حالا مسئولین هر بخش، مثلا وزیر آموزش پرورش باید بیاد بدون لکنت بگید که مثلا ما هر سال پایش کردیم میزان میل به ماندنشون، میل به ادامه تحصیلشون بعد از دوره اتمام تحصیلات متوسطشون. شواهدش قطعا الان زیاد هست که ما میبینیم میل به شرکت در کلاس‌های زبان، مدرسه‌های تک زبانه، مدارس به زبان‌های خارجی، اینو تا سطوح پایین‌تر هم ما میبینیم. الان خانواده‌ها دارن فرزندانشون رو میفرستند که خودشون در دوره بازنشستگی بهشون ملحق بشن. این زنگ خطری هست. پس من نسبت به شکل‌گیری جامعه ایرانی فراسرزمین اشاره میکنم این هست. او همچنین گفته تا 2 سال پیش عوامل اقتصادی باعث مهاجرت بودند، اما حالا بی‌ثباتی اجتماعی و ناامیدی بیشتر از عوامل اقتصادی تاثیرگذاره. وی پیش بینی کرده بود که در سال 1401 یکی از شدیدترین و وخیمترین موج‌های مهاجرت رو فقط در بحث فرار مغزها خواهیم داشت. جامعه شناسا همیشه از توجه به نسل جوان و به خصوص کودکان صحبت کردن. اونا با مجاب کردن سیاستگزارا سعی داشتن شرایطی رو تو جامعه به وجود بیارن تا کیفیت زیست خانواده ها بالا بره و دلنگرانی‌های اقتصادی و سیاسی نقش کمرنگی رو تو روزمره شهروندان داشته باشن. چرا که طبیعتاً تو چنین شرایطی امنیت آینده و رشد بچه‌ها تو جامعه بالا میره. کشف ایده ها و بها دادن به خلاقیت ها و استعدادهای نوجوانا، ایجاد شور و نشاط در اونا و پرورش بچه‌ها در محیطی امن و سالم به آینده اون جامعه کمک میکنه. اما تو جامعه ایران در حالی که سیاستگزاری‌ها پر از اعمال سلیقه هستند و گویی حکمرانا فقط به فکر گذرون روزشونن و هیچ برنامه‌ای برای آینده نسل‌های دیگه ندارن، ویژگی‌های فردی و شخصیتی شهروندا به مخاطره میفته. پدر و مادری که مدام از بی‌ثباتی اقتصادی، بحران بی‌آبی و هوای آلوده کشور تو آینده‌ای نزدیک میشنون، قطعاً اقدامی برای فرزندآوری نمی‌کنن و یا به هر دری میزنن تا بچه‌شون رو به خارج از ایران بفرستن. شهروندانی که آینده‌ای برای خودشون متصور نیستن و زندگیشون کمترین ثباتی برای تحقق یک رویا نداره، مستعد دست زدن به رفتاری هستن که تلخی و غربت رو به همراه داره. این اقدامات و حس و حال نتیجه ناکارآمدی سیستمیه که متاسفانه تو زندگی کودکان خودشون تاوان اونو میدن. این بچه‌ها یا سر از کار تو خیابون و کارگاه‌های زیرزمینی در میارن و یا به اجبار راهی غربت میشن. کودکانی که قرار بوده آینده سازان ایران باشند.